کوروش کبیر، اساسگزار ایمپری هخامنشیان، نخستین ایمپریای متمدن آریایی که تا دوام لشکرکشی‌های اسکندر مقدونی در تاریخ تمدن بشریت نظیر نداشت. ایمپریای تأسیس داده او موافق معلومات‌های دارای بزرگ و مورخان یونان قدیم، دولت‌های پارس و ماد، بابل و آشور، مصر و فینیکیا، لیدیا و اورارتو، پرفیا و گیرکانیا، باختر و سوغد که قلمرو 22 ولایت را به هم متحد میکرد می باشد. کوروش در تاریخ تمدن بشر با سیاست عاقلانه و کشورکشایی، تأسیس ایمپریای توانا متمرکز، اصول اداره کنی، نظام سپاه و عسکر، گسترش تجارت، علل خصوص پایداری عدالت، پشتیبانی های حقوق همه خلقهای در زیر ایمپریای او موجود بوده به او شهرت جهانی پیدا کرد. کوروش کبیر از مرتبه شاهی یک ولایت به درجه شاهنشاهی یک ایمپری بزرگ رسید، اما همه این با جد و جهد زیاد و مانع‌های بسیاری که در سر راه او پیدا شده بودند همه اش را پشت سر کرد. کوروش روزهای اول به سر حاکمیتش و مستحکم کردن حاکمیت مرکزی و پرقوت کردن ارتش خود شروع کرد. وقتی که او مستحکم بودن حاکمیت و پرقوت شدن لشکر خودش را احساس کرد، سال 553 تا میلاد بر ضد شاه ماد استیاگ اسیان برداشت. بنابر ناکفایگی و ضعف قدرت او اسیان برداشته بود. استیاگ باشد برای تنبیه دادن این زیرفرمانش به پارس لشکر فرستاد، اما هر دو دفعه به ناکامی دچار شد. بعد این کوروش کبیر با تنتنه به پایتخت ماد شهر هنگمتن داخل شد. درباره جنگ‌های بین فارس و ماد معلومات خیلی کافی نیست. تنها درباره 3 جنگی که در بین آنها شده است گفته می‌گذرند. به هر حال پادشاهی این دو کشور اعلان شدن کوروش نفوذ و اعتبار او را در آن زمان خیلی بلند کرد. پارس هرچند برای ماد آنقدر اهمیت مخصوص نداشته باشد و تنها همچون یک ولایت در زیر آن باشد، اما ماد کلانترین و پرقوتترین دولت منطقه بود. از این حساب ضبط کردن این دولت برای کوروش نفوذی خیلی زیاد داشت. کوروش نبیره استیاگ بود. موافق معلومات‌های هرودوت از این رو در سیمای او نه غاصبی حاکمیت بلکه وارث قانونی پادشاه ماد را می‌دیدند. اکنون میبایست تمام دولت‌های ماد بچون و چرا او را اطاعت می‌کردند و در عمل هم چنین شد. بعد فتح ماد کشورکشایی و لشکرکشی‌های کوروش کبیر خاتمه نیافت. وی به دولت‌های خوارزم، سوغد، باختر لشکر کشید. بعدی ماد را اشغال کردن کوروش وی اعلام را که در جنگ با آشور ضعیف شده بود به تصرف خود درآورد و بعد از این نوبت به لیدیا رسیده بود. لیدیا موافق معلومات ها در آنجا اهالی کوچمنچی یونان و اهالی محلی خیتی ها زندگی میکردند. آن بعد بابل، ماد و مصر چهارمین دولت پراقتدار منطقه بود. لیدیا راههای تجارتی که به اروپا می رفتند نظارت میکرد. شاهی دولت ماد فراورتش قسمت شرقی آسیای خود را اشغال کرده 5 سال با لیدیا جنگید، اما آن را اشغال کرده نتوانست. پس از آن که فارس ها دولت ماد را اشغال کردند، لیدیاگی ها احساس خطر کردند و به جنگ تیاری دیدند. آنها سال 1547 تا میلاد با امید اتفاق بستند. تشبسکار این جنگ امپراتوری ماد کرز بود. وی با لشکر خودش به کپادوکیا که بعدی مادها به فارس ها اطاعت میکرد زده در آمد و در نزد شهر سیناپا لشکرگاه خود را ساخت. کوروش نیز با لشکر خود به آنجا آمد. کوروش هنوز در همین جنگ های اولین خارجی خودش سیاستمدار دوراندیش بودن خودش را نشان داد. او اول به نزد کرز قاصد فرستاد و پیشنهاد کرد که به جنگ اگر او تسلیم شود
او را شاه لیدیا تعیین میکند. او اینچنین به همه شهر و دولت‌های یونانی آسیای خرد نیز چنین وعده داد، اما کرز که به قوه خود باوری کلان داشت و اینچنین همه شهر و که پیشنهاد کوروش را رد کردند و تنها شهر میلت دوراندیشی ظاهر کرد و این دعوت را قبول کرد. بعد این در نزد دریای گلیس زد و خورد خونین به عمل آمد که غلبه نصیب هیچ کدام نشد. بعد این کرز به پایتخت دولت خود شهر سرد برگشت تا که برای محاربه آینده خوبتر تیاری بیند. او به سپرتک اتفاقچی او بود نامه فرستاد و پیشنهاد کرد که به او لشکر فرستد تا بهار، یعنی که بعد 5 ماه. او اینچنین لشکرهای زرخرید یونانی خودش را تا بهار به خانه هایشان جواب داد. از این مناسبت استفاده برده کوروش غیر چشم داشت تمام عسکر خودش را جمع کرد و این مسافه طولانی را با زودی طی نموده به شهر سرد رسید. کرز مجبور شد که لشکر خود را برای محاربه به نزد شهر برآورد. در زد و خوردی به عمل آمده لیدیگی ها شکست خوردند و به داخل شهر خفا گشتند. بعد 14 روزی محاصره لشکر فارس‌ها شهر سرد را اشغال کرد. این حادثه تقریبا در سالهای 547 میلادی رخ داد. اتفاقچیان لیدیا حتی فرصت نیافتند که با یاروی او بیایند. کوروش عالی همتی خودش را نشان داده کرز را عفو کرد. او تبل نام فارس را حاکم لیدیا تعیین کرد و در سرد دسته سپاهیان فارس را جای کرد. بعد رفتن کوروش به هنگمتن لیدیگی ها شورش برداشتند، اما لشکر فارسا با سرداری مزر آمده شورش را پخش کرد و دیگر شهرهای آسیای خرد را نیز اشغال کرد. بعد مزر کرپگ ماد حاکم لیدیا تعیین شد و شهرهای باقی مانده یونانی آسیای خرد را تصرف نمود. این همان گرپگی بود که در اشغال کردن ماد به کوروش یاری داده بود. درباره ضبط کردن ایران شرقی و آسیای مرکزی را از طرف کوروش معلومات‌های خیلی کم میباشد. بعد اشغال کردن لیدیا در سر راه او بابلی‌ها، باختری‌ها، سکایی‌ها و مصری‌ها می‌ایستادند. به قول کتیسی در جنگ با باختری‌ها کوروش گاه غالب می‌برآمد گاه ناکام. بعد آن که باختری‌ها فهمیدند که کوروش پسر شاه ماد استیک است از مقابله دست کشیدند و به او تابع شدند. از این خبرها برمی آید که کوروش توانست با مذاکرات باختری‌ها را به طرف خود کشد. موافق این معلومات ها خلاصه برآوری کرده می شود که بعد تسلیم شدن دولت نیرومندترین منطقه باختر، دیگر کشورهای این منطقه سوغد، خوارزم نیز به اطاعت کوروش در آمدند. اما به هر حساب ما تنها گفته می توانیم که موافق کتیبه دارو در کوه بیستون روشن واضح شده است که همه دولت‌های مرو، هرات، باختر، خوارزم و بعضی دیگر نامبر شده ها محض در دوره حکمرانی کوروش کبیر به امپرای او وارد شدند. بعد اشغال کردن ایران شرقی در سر راه کوروش برای حکمران جهان شدن تنها دولت بابل و مصر می‌ایستاد. بابل در آن زمان یکی از دولت‌های مترقی ترین به حساب می‌رفت. اشغال کردن دولت برای پارسا اهمیت سیاسی، حربی و فرهنگی داشت. در رفع هجوم کوروش وضعیت داخلی بابل به منفعت شاه آن نبانید نبود، زیرا تاجران که در بابل نفوذ کلان داشتند برای به دست پارسا افتیدن راه‌های سودای آسیای خرد، روحانیان مذهبی با نفوذ خدای مردوک برای تعقیب شدنشان، یهودیان اسیر و تابع که برای مجبوری به آنجا مهاجر شده آمدنشان ناراضی بودند. کوروش از وضعیت داخلی بابل آگاه بود و کوشش میکرد که برای تصرف این کشور حدالامکان استفاده برد. اما همه این معنای آن را ندارد که تقدیر بابل الکی پیش از لشکرکشی کوروش حل شده باشد، زیرا بابل یکی از دولت‌های مترقی زمان خود بود. بعد آن که کوروش ایران شرقی آسیای مرکزی را اشغال کرد و عاقبگاه خود را
پرقوت کرد. بهار سال 530 تا میلاد لشکر کوروش به خاک مرز بابل داخل شد. او هنگام لشکرکشی و کشورگشایی‌هایش به سوی بابل با استحکام حربی معجزه‌آسای این شهر اندیشه داشت. موافق معلومات دیوارهای این شهر چنان پهن و بلند بودند که دو اسب با عرابه‌هایشان می‌توانستند گذرند. اما عزم و اراده کشورگشایی‌های کوروش کبیر و مکر سرلشکر او گابریا دیر نپایید. در حالی که ولتسر پسر شاه بابل نبانید از استواری دیوارهای شهر خاطرجمانه عیش و عشرت میکرد، دروازه‌های بابل را جاسوسان زرخرید بر روی لشکر فارس کشادند. در طول چند ساعت سراسر شهر پر از سپاهیان شاهنشاه شد. محاربه حل کننده ضبط بابل ماه اوگوست همان سال در نزد شهر آپیست در ساحل دریای دجله به عمل آمد. پسر شاه نبانید بلشروسور سروری میکرد. در محاربه به عمل آمده فارس ها لشکر بابلی ها را تار و مار کردند و 10 اکتبر همان سال گابریا به جنگ شهر سیپر و بعد 2 روز بابل را اشغال کرد. بعد اشغال بابل 29 اکتبر کوروش کبیر با تنتنه وارد بابل شد. نبانید اسیر افتاد، اما کوروش او را جزا نداد، عفو کرد، ولی پسر او بلشروسور به قتل رسانیده شد. طوری که میبینیم کوروش حالتهای ضروری نسبت به دشمنان حتی آشتی ناپذیریش رحم و شفقت ظاهر میکرد. بعدی بابل کوروش یک قطار عملهای سیاسی دیپلماتی اجرا کرد که برای مستحکم کردن نفوذ فارس ها در بابل روانه شده بود. او معبد اساسی بابل اسگیل را برقرار نموده به خدای مردوک قربانی کرد و حقوق امتیازهای روحانی این خدا را از نو به آنها برگردانید. او اعلامیه انتشار کرد و به همه خلقها حقوق و آزادی داد. یهودیان را اجازه داد که به وطن خود یا به هر کجایی که میخواهند رفته زندگی کنند. پادشاهی بابل و ساخت مأموری اداری آن را عوض نکرد. بعدی بابل را گرفتن کوروش، فینیکیا و فلسطین اختیاراً به اطاعت او در آمدند. اکنون در دست کوروش تمام شرق بحر میانه زمین بود. نوبت به یگانه دولت توانای منطقه مصر بود که همه محققان آن زمان میدانستند که کوروش البته به این کشور هجوم خواهد کرد، اما به کدام یک سبب کوروش حمله به مصر را موقوف گذاشت. از همین سبب کوروش پسرش کمبوجه را به تخت شاهی بابل نشاند و تابستان سال 530 تا میلاد دوباره راه سرزمین‌های آسیای مرکزی را پیش گرفت. محاربه بین کوروش و تومیریز. درباره منسوبیت اتنیکی مسیگیت‌ها یا سکایی‌ها وطن بود و بودشان معلومات عمیق وجود ندارد و سبب لشکر کشیدن کوروش به آنها از آن سبب به عمل آمده است که مسیگیت‌ها به شهرهای ایران شرقی زده در آمده آنها را غارت می‌کردند و از همین سبب کوروش مجبور شد که با ارتش بزرگ به آنها رود. وقتی که کوروش به سرحد سرزمین‌های سکایی‌ها می‌رسد، در بین آنها مذاکرات به عمل می‌آید و به قول هرودوت ملکه سکایی‌ها زنی بود با نام تومیریز. بعد فوت شوهرش او به جای او دولت را اداره می‌کرد. تومیریز به کوروش میگوید که به کشور ما طمع نکن و به وطن خودت برگشته رو. وقتی که کوروش به نزد ملکه خواستگار میفرستد، تومیریز او را عیبدار میکند که او صاحب مملکت سکایی‌ها شدن میخواهد. از این گفته ها برمیآید که کوروش از آنها طلب کرده است که پورا به او تابع شوند. اما ما در اینجا نیز دیده میتوانیم که کوروش پیش از هر یک جنگ اول با آنها قاصد میفرستاند و با آنها مذاکره میکرد. وقتی که مذاکره ها نتیجه نمیدادند، وی با درباریان خود مصلحت میکرد و بعد این کشور
لشکر میکشید و همین نتیجه کوروش مجبور می شود که از بالای دریاها کوپروک سازد. کوپروک ساختن را سر میکند و در همین حالت تومیریس سویش قاصد فرستاد و به او پیغام زیرین داد: دست بکش شاهی میدی ها از کاری که به آن سرگردانی. آخر تو نمیدانی که کاری پیش گرفتت به نیکی انجام خواهد یافت یا نه؟ بازیز و در سر امتان خیش پادشاهی بکن و پادشاهی ما نیز خلل مرساند تا مشغول کار خیش باشیم. ولی کوروش سخنان تومیریس را گوش نکرد و با لشکرش از دریای امودریا گذشت. اما چرا در اینجا سوال به میان می آید که چرا سکایی ها در وقت ساختن کوپروک ها به آنها مانع ایجاد نکردند؟ زیرا ملکه تومیریس به خلاصه آمد که جنگ کردن در سرحدهای خودش برایش آسانتر است و وقتی که دشمن به قفا می گریزد راهی گریز ندارد. به همین حالت آنها اجازه دادند که لشکری فارس ها از دریا گذرد. لشکری فارس ها از دریا گذشته یک چند فرسنگ رفت و در آنجا کمین گرفت. اما ناگهان مثل که چیز شده باشد بعضی چیزها را مانده به قفا گشتند. وقتی که تومیریس پسرش را از سه یک قسم ارتشش به دنبال آنها روان کرد، آنها به کمینگاه کوروش آمدند و دیدند که می و دیگر لوازمات آنها گذاشته شده رفته است و آنها به می نوشی و دلخوشی گذاشتند و دیگر سر و کلابه های ارتش از دست رفت. همین که کوروش این حادثه را دید شبانگه زد و تمام آنها را سر برید. بعد این تومیریس باقی مانده عسکرهایش را جمع کرد. درباره جنگی بین کوروش و تومیریس دو عقیده وجود دارد. اول میگویند که آنها اول از مسافه دور ایستاده دو قچون به یکدیگر از کمان تیر انداختند. وقتی که تیرهای کمان تمام شد آنها به جنگ تن به تن گذاشتند، نیزه و شمشیر میزدند. قلشونها مدت دراز بین هم جنگیدند و هیچ کدام رو به گریز نمی نهاد. نهایت مسیگیدها غلبه به دست آوردند. بیشتر قسمت قشون فارس در میدان جنگ نابود گردید. خود کوروش هم کشته شد. ولی تا کدام درجه حقیقت بودن این روایت معلوم نیست. و روایت دوم گفته می شود که تومیریس کوروش را با حیله دنبال خود به تنگه‌های کوه کشید که پیشکی در کمرهای آن سربازان خود را به کمین نشانیده بود. تومیریس در آنجا قشون 200,000 نفره فارس را همراه پادشاهشان محو نمود. ملکه امر کرد که سر بریده کوروش را به مشک آبی خونی آدم پر کرده شده اندازند و خود با چنین سخنان بیرحمی او را محکوم نمود: اینک سیر شو از خونه که تو همیشه تشنه او بودی و هیچگاه از آن سیر نمی شدی. البته کوروش کبیر از زب کنان و جهانکشایان قدرت طلب مثل چنگیز، تیمور و حتی اسکندر مقدونی تفاوتی کلان داشت. او هیچگاه به قتل عام راه نمیداد و در همان دوره های اول انکشاف تمدن بشری رعایت حقوق انسان دیده میشد. اعلامیه او درباره دوراندیشی و خردمندی های او شهادت میدهد که او بنیادگذار دولت نخستین و متمدن انسانی محض آریایی ها بود. به هر حال از سبق مثبتی که کوروش داشت باید عبرت گرفت. او آریایی بود و آزادی را بهتر از همه چیز می‌دانست و دشمنان اسیر افتاده‌اش را به غلامی تبدیل نمی‌داد. مورخان یونان قدیم شهادت می‌دهند که جسد کوروش را بعد 1 سال مرگش پسرش کمبوجی با بهانه گران خرید و در ولایت فارس در شهر پاسارگارد پایتخت اولین امپری هخامنشیان دفن شدند. مقبره کوروش کبیر تا کنون چون نشانه از آن باقی گذاشته شده است. همین طور جنگ کوروش با مسیگیدها به طور فاجعه‌ای به انجام رسید. درباره حادثه های بعد این محاربه رخ داده یگان معلومات نیست. ما نمیدانیم که مسیگیدها از این غلبه خود چی فایده به دست درآوردند. کمبوجی که بعد مرگ پدرش به تخت پادشاهی نشست یگان بار با آنها نجنگیده است. احتمال بعد این محاربه خونین که در آن مسیگیدها نیز باید تلفات کلان دادند در بین آنها صلح شده است. درباره جنگ کوروش با مسیگیدها از دوره‌های قدیم و عین حال معلومات‌های گوناگون نوشته شده است. تنها
تنها سبب شهرت این جنگ در آن می باشد که در آن فاجعه کوروش پادشاه جهانگیر که چندین دولت و کشورها انسانهای بزرگ دیگر را شکست داده بود از طرف قبیله های سرانشین به هلاکت رسید. این گونه فرجام را هیچ کس منتظر نبود. اما از لحاظ سیاسی حربی این جنگ برای دولت پرزور هخامنشیان یگان عاقبت فاجعه‌ای نداشت. مقصد از اینها در آن می باشد که ما نباید این مسئله ها را از بودش زیاد بها دهیم. بعد مرگ کوروش و تخت پادشاهی هخامنشیان پسر او کمبیز می نشیند. در دوره حکمرانی او بسیار آشوب به عمل آمدند. بعضی ولایت ها از اختیار حکومت مرکزی برآمدند و کمبیز لازم آمد که برای پخش کردن شورش های سرشمار قوه زیاد و وقت طولانی خودش را صرف کند. بعدی به مقصد نائل شدن او سال 1526 پیش از میلاد به مصر لشکر کشید. هنگامی که لشکر هخامنشیان به مصر نزدیک می شد شاه یخماس II ناگهان وفات می کند و به تخت فرعونی مصر سمتی که سه می نشیند، ولی به او میسر نمی شود که مصر را از استیلای فارس ها نجات بدهد. لشکر مصری ها در نزدیکی پولوزیا و منفیس از فارس ها شکست می خورد. کمبوج سیاست کشورکشایی پدرش را ادامه داده درباره 5 سال اول حکمرانی او در سرچشمه های خطی یگان خیلی معلومات نیست. مورخان یونان قدیم از وقت هجوم او سر کرده درباره او اخبار دادند. بعد گرفتن پایتخت مصر شهر منفیس از طرف فارس ها فرعون پسمتیکی 3 اسیر افتاد، اما کمبوج سیاست پدرش را دوام داد و او را عفو کرد و سال 1525 تا میلاد کمبوجیا را رسما شاه مصر اعلان کردند. برای توجه و دقت اهالی محلی را به خود جلب کردن او لباسهای مصریان را پوشید و مراسم به تخت نشینیشان را موافق عرف و عادتهای آنها گذرانید. کمبوج 4 سال در مصر ماند. در این میان در پایتخت دولت وضعیت ناآرام شد. از نبودن شاه استفاده برده موبد گاوماتا که کمبوجیا اداره کارهای دولتی را به او داده بود و به برادر کمبوجیا بردیا خیلی مانندی بود خود را شاهنشاه اعلان کرد. حالان که موافق بعضی روایت ها کمبوجیا برادرش بردیا را پیش از لشکرکشی به مصر پنهانی کشته بود. خبر تبادلات بردیا دروغین را شنیده ماه مارس سال 522 تا میلاد کمبوجیا با پایتخت دولت هخامنشیان لشکر میکشد و هنگامی به سوی ایران رفتن در راه ناگهان بیمار شده وفات میکند. مرگ اسرارآمیز او موافق بعضی روایت ها از جاسوس موبد گاوماتا زهر داده کشته شده است. مرگ کمبوجی که خیلی فاجعه‌ای بود مبارزه های داخلی سلالوی و درباری را تیز و تند کرد. بعد وفات کمبیز به تخت پادشاهی شاهنشاهی هخامنشیان داریوش بزرگ نشست که ما البته درباره او در ویدیوی آینده صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.